اینجا میخوام بهتون نشون بدم زندگی در یک روستا چطوریه. منی که یک آدم شهرنشین بودم داستان زندگیمو براتون تعریف میکنم و متوجه میشید چجوری از یک سطح بالا میشه به پایین ترین سطح بیای و خودت رو وقف بدی و این انعطاف پذیری رو به شما هم یاد میدم. من کتیم و اینجا روستایی در حاشیه شهر کویری هستش که همونطوری که ملاحظه میکنید ما کار گلخانه‌ای انجام میدیم، گیاهان آپارتمانی پرورش میدیم و در کنارش کشت‌های گلخانه‌ای داریم مثل فلفل دلمه‌ای، بادمجون، گوجه، خیارسبز که دوست داریم که 0 تا 100ش رو با شما به اشتراک بذاریم. ما اولی تولید کننده گل شبو در استان یزد بودیم طی 3 سال و امسال هم 0 تا 100 کاشت و برداشت رو می‌خوایم برای شب عید به شما نمایش بدیم. خب همینطور که میبینید اینجا هم کشت گلخانه‌ایه هم پرورش گل و گیاه. با من که همراه باشید میتونید کشت گلخانه‌ای و 0 تا 100ش رو بیاموزید و توی خونتون حتی اجراش کنید. اینجا هر روز از خبرهای خوب خبره و بوی رایحه طبیعت همیشه در جریانه. اگه همراه من باشی برد میکنی چون در کنار گلخونه با شغل اصلی من هم آشنا میشی. خوشحالم از اینکه همراه منی و قابل میدونی. یا خانه حیوانات هم داریم. جذابیت‌های اینجا هر چی برات بگم کم گفتم. ما اینجا توی یه روستا زندگی میکنیم که هم خونمونه هم محل کارمونه و با گونه‌های مختلفی از بعضی از گیاها خیلی آشناتون میکنم. راستی من و بابام خیلی شوخیم. با ما همراه باشین، 2 تا طنز در کنار همین. ایشون واحد نظارت و صاحب این مجموعه هستن و قرار خیلی خوش بگذره از بس شوخم. بله ایشون درست میفرمایند. من توی مرتبه الان خیلی استرس کار دارم، همه کارام سرم ریخته، سرم خیلی خراب. همیشه هم دست با چست. آره ممنون، تشکر. خداحافظ. نه قدش. Because